مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 14 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 6:50 راننده автомашین تمغه دولان شاکمن ایوبوف دلشاد سال تولدش 1980 ساکن نویه دوشتیج هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت نویه یاوان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. در نتیجه ماشین بارکش چپ شده است. بر اثر این صدمه خود راننده ایوبوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه یکی از علتهای عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می شود. در وقت‌های آخر استفاده تلفن‌های موبیلی و دیگر وسایل الکترونی هنگام راندن ماشین به یک عامل دیگر صدمه‌زا تبدیل یافته است. در فصل زمستان خطر صدمه‌ها در راه‌ها باز هم بیشتر می شود. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان با عریضه مرد 46 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که شب 1 ینور سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های خواجگی دیقونیش یک عدد اسبش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 11,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. وابسته به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا با عریضه مرد 25 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 13 فوریه سال 2020 تخمینا ساعت 04:30 در درآمدگاه بنای استقامتیش شخصان نامعلوم او را لطکوب نموده با راه آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 را که ارزشش 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و رفیقانش شهباز و فردوس نام شخصان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شدند. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی شهر بوستان نسبت مرد 31 ساله ساکن شهر ذکر گردیده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نام برده 22 فوریه سال 2021 با راه فریب به باوری جوان 26 ساله ساکن امین نویه در آمده از او یک عدد автомашین شخصیش تمغه اوپل استرا که ارزشش 50,000 سومانی را تشکیل می‌دهد با بهانه مادرش در شهر دوشنبه بیمار بودن گرفته تا حال برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.